آموزش تنظیم کاربرات موتور بهتون بگم. پارت اول. کانالم رو سابسکرایب کنید، دکمه لایک هم بزنید تا بریم پای ویدیو. بزن که بریم. ببینید دوستان، بعضی از دوستان میگن که ما موتورمون رو دور سلو وای نمیسه یا دور سلو بد کار میکنه. این ژیگلور برای ژیگلور دور سلو یا دور آرام موتورسیکلته. اگه این خراب باشه یا بد باشه، مثلا کثیف باشه، خوب کار نمیکنه موتورتون. بعد اگه دور آرام موتورتون خوب، مثلا سلوش خوب بود، رو دور بالا ریپ میزد یا کم می آورد، شما مشکلتون اینه. این ژیگلور برای دور بالا، این اگه کثیف باشه یا خراب باشه رو دور بالا ریپ میزنه. یا شما اینا رو هم حل کردید بازم ریپ میزد یا کم می آورد، مشکلتون پیچ هوا است. پیچ هوا هم بعد تا ببندینش 4 دور تا 3 دور باز کنید کافیه دیگه، هوایی که لازم داره رو میرسونه. بعد یکی از دلایل دیگه، شما بعد پیاله کاربراتتون بنزین تنظیم باشه. الان من میارم براتون نشون میدم. ببینید این پیاله کاربرات بنزین بعد تا این خط اینجا باشه. اگه کمتر باشه موتور کم میاره، بیشتر باشه موتور از این قسمت فلود میکنه. به این نکته توجه داشته باش. کانالم رو سابسکرایب کنید چون قراره کلی ویدیو آموزشی براتون بذارم، از دست ندید. لایک یادتون نره.